این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند. میگه برام شن نمیدونی؟ او به من میگوید که من استالینیست هستم. مرا پسرش میخواند. مردم آرزوهایشان را در خوابشان میبینند. من نیز. استالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول اونیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است. میخواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی میشوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود. در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند. به درغه و زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت. تشکیل مجبوری کالخوز و سوخوزها سبب قحط در اوکراین و قزاقستان شد. از این همه در آثارخانه استالین اشاره نمی شود. او بیشتر به چیزهای کم اهمیت توجه دارد. من حتی انگشتری تویانه زنم را فروخته اینها را خریدم. مثلا این تلفن همراه او را که دستگاهی بادا نام دارد. این اولین نقاب مرگ است که بعداً از آن 10 تا ساختند و در سراسر جهان تقسیم کردند. بنابر نظرسنجی ها از 45 تا 55% گرجی ها به استالین نظر مثبت دارند. آدمانی هستند از جمله مثل همین مرد که حاضرند جانشان را فدای استالین کنند، مثل آنهایی که در زمان جنگ می‌کردند.